اگه بهت بگم بین مشهد و نیشابور یه راز پنهان هست، رازی که 1000 سال همه از کنارش رد میشن اما نمیبیننش، باورت میشه؟ این دو شهر فقط 100 کیلومتر با هم فاصله دارن، اما تاریخشون مثل دو قطعه پازل کنار هم یه تصویر بزرگ میسازه. از آرامگاه حافظ روح امام رضا تا آرامگاه حافظ اندیشه عمر خیام. نیشابور روزی قلب تپنده خراسان بود، شهری که از دلش فیلسوف، دانشمند و شاعر بیرون می اومد. اما بعد از زلزله ها و حمله ها آرام آرام خاموش شد. اما یه چیز جذاب این وسط هست، این دو شهر همیشه مثل دو جریان موازی بودن، یکی شهر ایمان، یکی شهر اندیشه، یکی مقصد سفر، یکی آغاز الهام. هر کسی که از مشهد به سمت تهران حرکت میکنه از کنار تاریخ نیشابور رد میشه، ولی کمتر کسی میفهمه که این مسیر فقط یه جاده نیست، این یه خط ارتباطی بین نور و خرد. اگر به داستانهای جذاب درباره خراسان علاقه‌مندی، صفحه ما رو دنبال کن.